ایران سلام. مراقب افغان‌ها باشید. افغان‌ها رو سوار ماشینتون نکنید. افغان‌ها رو به خونه هاتون راه ندید. افغان‌ها رو محل کارتون راه ندید. افغان‌ها در ایران تهدید ملی هستند، تهدید غذایی هستند، تهدید امنیتی هستند و امروز دارن بازارهای بزرگ کشور ما رو تصاحب میکنن. 10% جمعیت ایران رو افغان‌ها تشکیل دادن. تعجب میکنم که تا الان شورای عالی امنیت ملی اقدام خاصی نکرده. به والله افغان‌ها تهدید هستن. 5-6 تا روستای جنوب تهران رو اشغال کردن. هیچ ایرانی تو روستا زندگی نمیکنه. سلام خدمت دوستان گرامی. میبینم صفحات مجازی میگن افغان شده تهدید ملی، تهدید غذایی، میلیاردها خرج برمیدارن. ما چقدر برای خاک ایران خون دادیم، چقدر جان دادیم. این آخر سپاس و سپاسگزاری از ملت بزرگ افغانستان. مردم